آرایشت کیکی میشه و احساس سنگینی میکنی رو صورتت، کرم پودرت خوب رو صورتت نمیشینه. این ویدیو مال توه. قبل از اینکه کاری شروع بکنیم، میکاپمون رو شروع بکنیم، باید صورتمون رو آماده بکنیم. برای میکاپ باید از مرطوب کننده قوی استفاده بکنیم. از هر آبرسان یا مرطوب کننده که دارین رو صورتتون استفاده کنید. من از مرطوب کننده لمر استفاده کردم. چند سال استفاده میکنم، خیلی راضیم. برای زیر آرایش هم خیلی خوبه. و کرم دور چشتون رو حتما اطراف چشتون بزنید که حالت خشکی و تیکه تیکه نشه. من از کرم دور چش کغلانس استفاده کردم. این مدلش از توتال آی لیفت. دور چش کغلانس خوبیش اینه که یا حالت لیفتی هم به چشم میده. من نمیدونم متوجه میشین، چش من یه ذره به بالا کشیده شده و این کرم دور چشم کار انجام میده. به جای اینکه لایه لوازم آرایش رو صورتمون بزنیم و صورتمون رو کیکی بکنیم، این تکنیک رو استفاده میکنیم. اول میایم کانتورینگمون انجام میدیم. رژگونه استفاده میکنیم. کانسیلر میزنیم. برای اینکه این قسمت چشمون لیفت بشه به بالا، این قسمت هم میزنیم زیر کانتور. الان به جای اینکه لایه لوازم آرایش استفاده بکنیم، فقط قسمتایی که لازم داشتیم کانتورینگمون انجام دادیم، بالا رژگونه زدیم، کانسیلرمون استفاده کردیم و تمام. یه اسپری میکنیم صورتمون. شروع میکنیم به بلند کردن. اصلا هم جاشون رو عوض نمیکنیم که بکشیم قسمت‌های دیگه. هر محصولی رو که استفاده کردیم رو صورت رو همونجا بلندش میکنیم. اولا رنگ‌های روشن رو بلند میکنیم. میکشیم داخل موهامون، نمیکشونیم داخل صورت. ببین بلند شد، اصلا هم حالت کیکی نداده رو صورت. لایه هم رو هم دیگه محصول نزدیم. صورت خیلی صاف و ترتمیز. اینطوری دیگه نیازی نیستش که پودرم اضافه بکنیم به صورت، ولی اگه دیدین لازم هستش میتونین این قسمت ها بزنین، ولی اصلا لازم نیست چون ستینگ اسپری زدی و همه چی فیکس شد و در طول روز این آرایش میمونه و اصلا حالت کیکی نمیشه.